خب بیایید بازی کنیم. تو اسپامیل بلدی؟ کارت ملی تو ببین. نه بازیشو ببینم مگه کارت ملیت اومده. نه دیگه نیومد، خودم درست کردم. خب قبول میکنه؟ تنها بدیش اینه دیگه. باز خوبه. خب بس شروع میکنیم. از سه عدد. احمقی آخه کدوم اسم با عدد شروع میشه؟ ستار. احسنت. ستار سازه. نه ستار خواننده. راست میگه، مثل ستار خان و بقار خان. خب مثلا از 5 چی داریم؟ پنجمین باطن. احسن. باشه ولی من منظورم 3 حرفه. مثلا آرش 3 حرفه. ها نه میگم 3 حرفه. 3 معمولی نه ها، 3 صابون. خب صابون با چه سه‌یه؟ یا خدا، فکر کنم از اون سه‌هاست که با ت رزه است. باورم نمیشه هنوز بازی شروع نشده. من فهمیدم دیگه، بریم. خب اسم سفینه نه با اون 3 نه اصلا اسمه. به تو چه؟ دوست دارن اسم بچه‌شونو بذارن سفینه. ثبت احوال نمیذاره. آره باید بذاری نازنین سفینه. بله. خب فامیل سفینه‌ای. خب اینجور که مشخصه قضام سفینه شکمپر داریم. احسن. تو چی نوشتی؟ محمد حتی تو سهام نیست. بابا این فقط از م میتونه بنویسه، بقیه حرفاش خرابه. اینو چیکار کنیم؟